салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодиро бо хабарои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон манзури шумо мекунем. Шалои Гулхоҷа ҳастам дар хидмататон. Нахуст таваҷҷӯҳ намоед ба сархати мавзӯи барнома имрӯз 28 июн. сафорати Тоҷикистон мегӯяд аз муҳоҷире ки дар муқобили скинҳедҳо истодагарӣ намуд ҳимоят хоҳад кард. оё зиёрат аз мазор метавонад дарди дандонро таскин бахшад ва ё аз заҳри мору каждум эмин нигоҳ дорад? ин зиёратгоҳ барои эмин мондан аз хазандагон мисли мору каждум аст. як каме аз хоки зиёратгоҳро ба хона мебарем, хазандагонро гум мекунад. ва кишоварзони хатлонӣ исрор меварзанд ки имсол ҳосили полизиҳо аз соли гузашта бештар буда, харидорони тарбузу ҳандалак низ кам нест. чорум чинакшай ҳамин 3 сом 2.5 сом 2 сом фотестем. сафорати Тоҷикистон дар Русия мегӯяд дар робита ба боздошти Амиршоҳ Ҳусейнови 21 сола ба вазорати хориҷаи Русия нота мефиристад. ин зодаи Тоҷикистонро рӯзи 25 июн барои занозанӣ бо скинҳедҳо дар ғарби Москав дастгир карданд. ӯ ба авбошӣ гумонбар мешавад. Имомиддин Сатторӣ, сафири Тоҷикистон дар Русия, имрӯз ба радиозодӣ гуфт кормандони сафорат ва консулгарӣ ин қазияро таҳти назорат доранд ва барои ҳимоя аз ҳуқуқи Амиршоҳ Ҳусейнов вакили мудофеъ ҷудо карданд. дар нимаи дуввуми имрӯз додгоҳи шаҳри Москав бояд чораи пешгирӣ нисбати Ҳусейновро эълон кунад. занозанӣ байни гурӯҳе аз тосарҳо ва чанд нафар аз зодагони Доғистон бо шумули Амиршоҳ Ҳусейнов шоми 23 июн ва баъди он ба амал омад ки скинҳедҳо бо нидоҳои Русия барои русҳост, Москав барои москавиҳост шиор заданд. Содир Ҷаборов, раиси ҷумҳури Қирғизистон, ҳамин соатҳо ба Душанбе мерасад. ин нахустин сафари як мақомдори баландпояи қирғиз баъди муноқишаи хунин дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон мебошад. коршиносон мегӯянд сафари Содир Ҷаборов дар давраи сардии равобити Душанбе ва Бишкек муҳим аст. Мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Барод Юсуфӣ аз омодагӣ ба сафари раиси ҷумҳури Қирғизистон гузориш медиҳанд. این پرچم ها یگانه نشانه آن است که رئیس جمهوری قرقیزستان به تاجیکستان می آید. در نظر است که صادر جبارov شام امروز 28 ایون وارد دوشنبه شود. در پایتخت تاجیکستان آمادگی جدی برای پیشواز صادر جبارov به مشاهده نمی رسد. درباره سفر رئیس جمهوری قرقیزستان روز 24 ایون وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد و از نمایندگان وسایل اخباری آمد دعوت کرد که خود را ثبت نام کنند. ولی با گذشت 3 روز نه مقامات تاجیکستان و نه مقامات قرقیزستان درباره جزئیات این سفر هیچ گونه شرح نمیدهند. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان گفت که فردا برنامه سفر اعلان خواهد شد. این نخستین سفر صادر جبارov به حیث رئیس جمهوری قرقیزستان به تاجیکستان می باشد. کارشناسان تاجیک درباره این سفر چنین نظر دارند. اهمیت اساسی این سفر در اون است که یکی مناسبت های بین تاجیکستان و قرقیزستان که بعد از حادثه های آخر اپریل سر زده بود این یک آب شدن دارد. به خاطر چی؟ به خاطر که تا لحظه ای که ما در رو برای همدیگر نکشاییم، تا لحظه ای که ما با هم گفتگو نکنیم، مناسبت نکنیم، مشکلات حل نمی شود. صادر جبارov در شرایط به تاجیکستان می آید که روزهای 28 و 29 اپریل مرز تاجیکستان و قرقیزستان شاهد یک مناقشه خونین شد که از هر دو طرف ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. بعد از این مناقشه مناسبت دوشنبه و بیشکک به سردی گرایید و مقامات قرقیزستان مرز خود را برای شهروندان تاجیکستان بستند. هنوز مشخص نیست که مسئله باز کردن مرز قرقیزستان به هم علامت گذاری سرحد دو کشور تا کجا در جریان سفر صادر جبارov به دوشنبه بررسی و در نهایت جانب‌ها به چه سازشی میرسند. ولی بسیاری ها در تاجیکستان و قرقیزستان منتظر آن هستند که در نهایت دوشنبه و بیشکک در مسئله علامت گذاری مرز به سازش میرسند و به جنگ و خونریزی در سرحد خاتمه میبخشند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه.
در ادامه موضوع از زمان سر زدن مناقشه در مرز قرقیزستان با تاجیکستان 1.5 ماه سپری شد. حکومت قرقیزستان وعده داده بود که به صاحبکاران زیان دیده برای برقرار نمودن انشاءاتشان یاری میدهد، اما هنوز به آنها کسی کمک نکرده است. حکومت خانه‌های استقامتی را هم برقرار ننموده است، اما یک شرکت بیناکاری و جانب ترکیه این کار را بر دوش خود گرفتند. تفصیلات در گزارش نوبتی. ما اینجا را پاک کردیم، قبط انداوه را کندیم، تدریجاً به برقرار کردن شروع کردیم، اما از جانب دولت یاری نیست. چند ماه پیش اینجا نقطه عوضی روغنی ماشین عمل میکرد. بعد از مناقشه مسلحانه در مرز از این نقطه پردرآمد چیزی باقی نماند. به ما گفتند که خودمون اطراف را تازه کرده به کارهای برقرارسازی پردازیم. من برای فروش با ارزش 2 میلیون سام بار داشتم. با قرضهای پیشینم 2.5 میلیون سام می شود. قرض دهندگان پول را طلب دارند، باید برگردانند. این بینای 2 آشیانه به توردلی گپروف تعلق دارد. در آشیانه یکم آن فروشگاه و در آشیانه دوم داروخانه جایگیر بود. برای وسیع کردن کار تجارت صاحبکار $15,000 قرض گرفت. می‌خواستیم اینجا را شوییم اما برق نیست. چیکار کنیم؟ پس از این حادثه بانک راضی شد مهلت بازگردان قرض را باز دارد و به او امتیاز داد. بنابر آمار رسمی در دهه ارکه 28 انشاءات صاحبکاران سوخته است. صاحبکاران بیش از 1 ماه منتظر کمک از حکومت بودند. در نوبت اول ما ساختمان خانه‌های ویران شده را بررسی می‌کنیم. مهلت دقیق برقرارسازی معلوم نیست. بعد از انجام ساختمان خانه‌ها برای بنا کردن انشاءات صاحبکاران یاری رسانیده می‌شود. ساختمان 8 انشاءات اجتماعی راهی که به دهه‌های ویران شده می‌برد بر دوش حکومت است. اما خانه‌های ویران شده را طور مقامات می‌گویند حکومت برقرار نمی‌کند. ساختمان 36 خانه را شرکت‌های ساختمانی بر عهده گرفتند. 136 خانه دیگر را یک شرکت ترکی که از آن نام برده نمی‌شود خواهد ساخت. دولت کارهای نقشه‌کشی و خریطه‌سازی را به انجام رسانیده است. در تاجیکستان برقرارسازی خانه‌های از جنگ آسیب دیده در آستانه انجامیابی است. رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت به مکان‌های آسیب دیده رفت و گفت که تنها کارهای آرایش و رنگ و بار داخلی خانه‌ها باقی مانده است. در جریان مناقشه مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان 55 خانه ویران شد. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در افغانستان تعداد آنهایی که برای طلب شفا از بیماری به یگان زیارتگاه میروند زیاد است. هرچند بحث در بین علمای اسلامی درباره درستی این کار کم نمی شود. در اروزگان، یکی از ولایت‌های جنوبی افغانستان که مزارهای زیادی دارد، حتی زیارتگاهی موجود است که مردم برای ترسانیدن مار و کژدم به آنجا می روند. ادامه در گزارش میرزا نبی خالقزاد. کوبیدن میخ با امید تسکین درد دندان در مزار در دهه سرچینخیل در ولایت اروزگان افغانستان. وکیل احمدی 22 ساله چند روز باز از درد دندان عذاب میکشد. باور دارد که با کوبیدن میخ به چوب و دعاخوانی در این زیارتگاه درد دندانش میماند. قبلا هم یک میخ با امید شفا به اینجا کوبیده است. دندانم درد میکرد. مردم به من گفتند با این زیارتگاه بیایم میخ بکوبم، دندانم صحت میشود. من هم آمدم و این کارو کردم. معلوم نیست روزانه چند نفر برای دعا و زیارت به اینجا می آیند، ولی هزاران میخ و چوب مانند به خارپشت بیانگر آن است که هزاران نفر با طلب شفا آمدند. اینجا مزار محمد عظیم اکا ساکن شهر ترینکوت است که به قبل مردم در زمان جنگ با سربازان شوروی کشته شده است. این زیارتگاه دیگری در ترینکوت است. به اینجا مردمی میآیند که در گرد و اطراف خانهشان خزندگان به مثل مار و کژدم زیاد است. محمد پاسبان این مزار است. این زیارتگاه برای امین ماندن از خزندگان مثل مار و کژدم است. یک کمی از خاک زیارتگاه را به خانه میبریم، خزندگان را گم میکنیم. یا ما آنها را میبینیم ولی آنها کسی را خورده نمیتوانند. اعتقاد به شفابخشی زیارتگاه ها در بین روحانیان افغانستان موضوع بحث برانگیز است. برخی ها زیارتگاه ها را مقدس، برخی دیگر اعتقاد به زیارتگاه ها را شرک می دانند.
گروه دیگر میگویند رفتن به زیارتگاه ها مشکل ندارد به شرطی که مردم برای دعا و عبادت بروند. از نظر دین اسلام وقتی به زیارتگاه می روید شفا را از خداوند بخواهید، نه از زیارتگاه. برای مرده دعا کنید و اگر خیرات می کنید در خانه خیرات کنید. بگویید خدایا ثوابش را به فوتیدگان ما برسان. اروزگان یکی از آن ولایت های افغانستان است که زیارتگاه های زیادی دارد. مردمان ولایت های همسایه قندهار و هلمند نیز به آن جایها می آیند و فکر می کنند که دعا کردن در زیارتگاه ها مشکلشان را حل می کند. برنامه را ادامه میدیم. دهقانان جنوبی توجیکستان که اساساً آنها بازار داخلی را با میوه و سبزیجات تامین میکنند، ظاهراً از حاصل امسال قناعتمند میباشند. به گفته کشاورزان هرچند نرخ پالیزی های آنها نسبت سال پیش پایین‌تر است، ولی زیاد بودن خریداران آنها را روح بلند کرده است. محمود جان رحمتزاده در این باره گزارش دارد. هوای گرم، اوج کار در صحرا، این کشاورزان با شتاب حاصل تربوز را جمع میکنند. تویچی محمدوف شتاب دارد چون 5 گکتار تربوز دارد، حاصل زیاد است و باید زودتر جمع‌آوری و به فروش برآورده شود. خدا را شکر اینه سورت نو اینه آراشان گفته مایده 6 کیلو می شود تا 35 کیلو را تربوز میتیه اگر خوشرو نگاه کنی. اینا پالاکو ناغز اینا. دهقانان میگویند امسال حاصل تربوز بهتر از سال گذشته بیشتر بوده، خریدارش نیز کم نیست. پورینا خوا کمتر بیزه آمدگی بود، لیکن پالاکو این چینا اوجا خو رفتگی بود. این سال خدا را شکر خوا ناغز. پوستی هندلک زر شده بسیارش میخوشکد. معلوم که وقت چیندنش است تا تلف نیابد. انور یولداشوف ساکنی ناحیه جلالالدین بلخی 12 گکتار زمین دارد که 50 سوتیخی آن هندلک نوعی سکته بوده است. چورم چنکشه همین 3 سوم 2.5 سوم 2 سوم فروخته است. کشاورزان در ناحیه بلخی میگویند هرچند نرخ محصولات پالیزی آنها نظر به سال گذشته پایین‌تر است، ناامید نیستند چون که خریدار هست. صادرات امسال در ناحیه به مقدار 6800 تن به نقشه گرفته شده است که الکی 76.9% دورنما اجرا گردیده است. تربوز وابسته به وزنش از سری پلک از 5 تا 10 سومن فروخته می شود، ولی فروشندگان دست دیوم جایهای دیگر آن را از 7 تا 15 سومنی می فروشند. امسال نه تنها حاصل تربوز بلکه دیگر میوه و سبزیجات نیز زیاد و ارزان تر بوده است. این باغ 15 گکتاره شفتالوی محلی است که هر درختش تا 50 کیلو حاصل داشته است. حالا بعد چینده شدن در قوطی‌ها جای و برای صادرات آماده می شود. نعمان خالقبردیف تاجر است که 5 سال باز میوه و سبزیجات ختلان را به قزاقستان میبرد. او حالا شفتالو میخرد. این سال نصیب باشد 45 تن شفتالو بعد همین چی تیار میشد اینا روی میکنیم. انگور تربوز همش دگور است. ختلان از ولایت‌های کشاورزی تاجیکستان میباشد که در برابر تامین بازار داخلی به میوه و سبزیجات صادرات نیز میکند. امسال 80036 تن میوه و سبزیجات به خارج برآورده شده است که 266000 تنش تربوز و زیاده از 2000 تنش میوه بوده اند. اما محصولات دیگر کشاورزی گاهی در بازار داخلی و خارجی به خریدار است و کشاورزان 10,000 سومانی ضرر میبینند. و مقامات توجیک میگویند دوام 3 روز بیش از 52,000 نفر در کشور واکسین ضد کووید 19 گرفتند. در هفته اخیر پزشکان به خانه و مسجد و کارخانه ها رفته ساکنان را ضد کرونا ویروس اعلام میکنند. دفتر مطبوعاتی وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که تا روز 27 ایون بیش از 205,000 نفر در کشور ضد کرونا ویروس اعلام کرده شدند. با اعتراف خروج دوباره کرونا ویروس در تاجیکستان مقامات تلاش دارند اهالی را به گرفتن واکسن وادار نمایند. این خبر آخر برنامه امروز است. تشکر بینندگان عزیز که تا این لحظه ها ما را همراهی کردید. خبرها را چون همیشه در وبسایت ما میتوانید پیدا کنید. من یادآور میشم که فردا شما را با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.